بیننده های عزیز تلویزیون سینما به همه شما سلام عرض می کنیم. این برنامه گنج تصویر است که باز ما رو به دیداری هم پیوست. امروز می خواهیم از سینما بزمی نوساز صحبت انجام بدهیم. با همین مقصد در استودیوی ما قرار دارند دیرکتور سینما بزمی نوساز محیب نظری خورنظر. ایشان رو خوش آمدید میگوییم. میخواستم که این لحظه درباره تاریخ سینما بزمی نوساز به بیننده های تلویزیون سینما معلومات بدهید. ایده این کینوفستیوال از سال 2014 پیدا شد. ما یک گروه جوانان وقتی دیدیم که در جمهوری کینوفستیوالی بین المللی دیدار هست ولی کینوفستیوالی فیلم های کوتاه نیست، بعد ما یک گروه جوانان جمع شدیم و این لایحه را آهسته آهسته آماده نمودیم، لایحه نوشتیم. 2015 لایحه با پورگی آماده شد. شروع کردیم از پس اعلان های این جشنواره و در همین وقت یک فکر دیگری پیدا شد که 2016 25 سالگی استقلالیت کشورمون برگزار می‌گردد و ما گفتیم اولین کینوفستیوال سال 2016 از 16 تا 20 سپتامبر در جمهوری بخشیده به 25 سالگی استقلالیت کشورمون میبخشیم و اولین بار همون سال 2016 این جشنواره برپا میکنیم. از 1 ایون تا 1 اوگوست قبول فیلم های این جشنواره را آغاز نمودیم. توسط سایت ها از خارجه به ما فیلم ها پیشنهاد شدند. خوشبختانه در سال اول از 9 کشور فیلم پیشنهاد شد. از دولت قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه، ایران، افغانستان، خودی تاجیکستان، یعنی این دولت هایی بودند که فیلم های کوتاه خود را توسط الکترونیک پاشته و ما ارسال نمودند و ما اکسپرت هایی که حرفه‌ای هستند آنها را دعوت کردیم برای فیلم های بهترین را انتخاب کردند در اولین جشنواره و آنها فیلم های بهترینی که از زیاده از 70 فیلم پیشنهاد شدگی بود آنها را انتخاب کردند و با جشنواره اون فیلم ها راه یافتند. یعنی اینک ما میبینیم که مدت 2 سال جشنواره یعنی که سینما بزمی نوساز فعالیت کرد، از میان نرفت و امسال 3مین نوساز در کشور محبوب ما در پایتخت کشورمون شهر دوشنبه برگزار میگردد و موافق آمارها در جهان در یک سال نزدیک 1000 کینوفستیوال تأسیس می‌یابد و همونا از بین می‌روند. ولی ما می‌بینیم که خوشبختانه سینما بزمی نوساز امسال 3مین سینما بزمی نوساز دایر می‌گردد و آمادگی‌ها با 3مین سینما بزمی نوساز چگونه هستند؟ آهسته آهسته وقتی کار میکنی عملی و به تو یک تجربه خوب میتید اگر که درست آن رو اهمیت داده باشی. و من اکنون حاضر ما نمیگیم در کدام سطح است ولی وقتی جشنواره حالا آغاز میگردد بعدا کاری جشنواره تماشابینان بها میتن که در کدام سطح است. در همین میان هم بود به خارجه به یک جشنواره فوروم مولدووا کینوستران اسنگ اموتی بیشکک هم رفتگی بودیم. در آنجا دیدیم جشنواره هایی که سال 4مش بود. عیناً به مانند سالهایی که ما سال 1 که ما جشنواره میگذراندیم همان گونه بود. یعنی من گفتم اگر که امکانیت های وسیع باشد به جوانای خودمون هم میتونن که در از او سطح دیگر دولت و در بالاتر کارهای خوبی کرده باشن. مکانی برگزاری سینما بزم کجا انتخاب شده است؟ ما امسال به پورگی نیت کردیم و در نقشه جای دادیم که از 16 تا 19 سپتامبر پورگ جشنواره در کینوتئاتر وطن با پورگی در همانجا گذرانده می شود تا اینکه مردم بیان در کینوتئاتر وطن که یکم حالا به گوشه فراموشی رفتگی است بیان در خاطره های خود را از نو همچون به یاد بیارند و در اون کینوتئاتر که روزهای نزدیک هم به فعالیت خود شروع میکند و اونجا اومده جشنواره رو بینم بعدا اومده فیلم های خوب در اونجا دیده باشن. واقعا هم کینوتئاتر وطن یکی از کینوتئاترهای محبوب و دوست داشته ساکنان پایتخت شهر دوشنبه بود. یعنی که شما به مرتبه پیشین برگردانیدنی هستید. گروه کاری نیت داریم که همچون در روش همین کینوفستیوال که 16 سپتامبر
соати 18 бегоҳ кушодашавии ин ҷашнвора оғоз мегардад. Ҳамчунин кушодашавии кинотеатр ҳам дар якҷоягӣ бо ин ҳам оғоз мегардад ва баъд аз 19 яъне аз 20 тараф аллакай филмҳои истеҳсоли ватании тоҷикфилм дар ин кинотеатр ба намоиш гузошта мешаванд. Филмҳои хуби дидани пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. яъне ки дигар мардум метавонанд роҳат омада дар кинотеатри ватан филмҳои хубе дида бошанд. چون صحبت رو آغاز کردیم شما از سینما بزم دیدار گفتید. اگر قیاس کنیم مقایسه کنیم سینما بزم نوساز از دیدار چی فرقیت دارد؟ مقایسه با دیدار یعنی ما چی فرقیت دارد این جشنواره؟ ولی ببینید کینوفستیوال دیدار که خیلی کینوفستیوال با نفوذ است، چون در آن استادای خیلی ورزیده همین ساحه کار میکنند و امسال نیست هشتمین دیدار دایر میگردد. سال هشتمش برگزار میگردد. در دیدار فیلم های پور حجم نشان دادم، یعنی که فیلم هایی که تو چند ساعتی که هست در اونجا نشان داده میشه پور حجم، یعنی که خرونمترژش زیادتر بله. و فیلم های کوتاه هم در اونجا نشان داده می شود. در کینوفستیوال نوساز باشد تنها فیلم های کوتاه که دوامناکیشان تا 30 دقیقه است در این میتواند اشتراک کند. از این زیاد باشد نمیتونه، یعنی فیلم های کلان حجم نمیتوانند اشتراک کردند. این تنها فیلم های کوتاهی بدیعی مستند و تصویری است، یعنی بخشایی که دارد و بخش آزمون جمهوریوی دارد، بخش آزمون بین المللی دارد. و گذشته از این ما همچنین گفتیم یک فرقیت دیگری که میتواند باشد تنها جوانان تا 35 ساله میتوانستند در این جشنواره اشتراک کنند، چون که کینوفستیوال اولین وقتی ما کار کردیم بالاش گفتیم تنها برای جوانان این کینوفستیوال ما تأسیس می‌کنیم و این هم یک روح شدن برای جوانان است. چون که تو اینکه یک میدان رقابت ایجادی سالم به وجود بیاید بین جوانان داخل و خارج، یعنی که کینوفستیوال ها هم یکی از سبب های خوبیش من فکر کنم همین است که با هم دوست شدن، با هم آمدن جوانان چندین دولت بشود، با هم دوستی، با هم همکاری پیدا کردن و تجربه نیز اندوختن از یکدیگر آموختن است و کارهای خود را باز هم در سطح بالاتر اجرا کردن است. یعنی یکی از خاصیت‌های خوبی که جشنواره ها دارن همین است. بازدید از همان شهر، بازدید یعنی که شناسایی با او منطقه، با اون دولت، با معرفی بله یعنی همین کشور است. دوستی و رفاقت زیادتر می شود بین جوانهای چندین دولتی که اشتراک میکنند. من فکر کنم همین چیز است. و گذشته از اینم که جشنواره که امسال سال سومش برگزار میگردد، به واسطه متشکر میگم به همه اون نفرایی که تا امروز با ما همکار بودند، با ما همکار هستند، همکاران لایحه. همچنین به واسطه مؤسسه دولتی تلویزیون سینما که از اولی پیدایش تا به امروز یکی از همکاران اساسی ما هست که به یگان چیز تبلیغات پره متشکر میگیم. و راهبریت روخام که تمام جایزه های ما را محبت مفرح که طول 2 سال و امسال جایزه های ما را آنکس تیار میکنند همچون همکار این لایحه. و مؤسسه دولتی تاجیک فیلم که همیشه چون زیر نظارت تمام ساحه فیلم در دست مؤسسه دولتی تاجیک فیلم که هست، به واسطه اینها هم همکار هستند و ما هم تشکر میگیم برای همه دستگیری ها، برای همه اون نفرایی که با ما بودند. سینما بزم نوساز بیشتر رو میارد به جوانان، از جوانانی تاجیک، یعنی از داخلی کشور بودن همین گونه جوانانی که موفق شدند. بله ببینید یکی فیلم هایی بودند که بعد از کینوفستیوال نوساز رفتند به جشنواره های خارجه. یعنی یکی از اون فیلم ها بود فیلم کاسه، استحصال مؤسسه دولتی سوخت سینما که به چندین جشنواره های بین المللی بیرون از کشور رفت، در اونجا جایزه ها آورد. یعنی در آزمون جمهوری ما که بهترین فیلم دانسته شد سال یکم جشنواره سال 2016. داده تو بچه ناز بود. یک واقعه را هیچ از خاطر برآورده نمیتوانم. یک تیر ماه
بیمار شدم. سخت سلفه می کردم. مثل همین شبها؟ سختتر از این هم. دکتر همسایه‌مان مصلحت داد که اصل چای نوشم. مادر کلانت به مغازه رفته آمد، اصل نبود است. و فیلمی دختری سیحون دلیر امام علی، فیلم دلاور سلطانی. در کدام سینما باز ماها شرکت کردن؟ فیلمی حالت دلاور سلطانی که در سال دوم اشتراکچه بود در فستیوال قرقیزستان امود در اونجا هم اشتراک کرد و سزاوار تندیسی خوب گردید. و همچنین فیلم پسرکی در سال دوم جشنواره اشتراک کردگی بود، بعدا با کشور قزاقستان و قرقیزستان در جشنواره ها راه یافت، در آنجا اشتراک کرد. یعنی همین است. من فکر کنم نتیجه ها که آهسته آهسته رو به پیش می رود، رو به یک جوانو دست به یک کار خوب میزنند، چون به جشنواره ها می روند، از کارهای همدیگر می بینند و می بینند یک فیلم دیگری خوب می سازند. در نوسازی سیوم که امسال دایر می گردد، شمار فیلم ها از جانب جوانان تاجیک زیادند؟ بله، جوانان تاجیک روز تا روز خیلی فعال شده ایستادند. فیلم های از سالهای بعدینشون فیلم های خوب آفریده ایستادند که چند فیلم پیشنهاد شده است؟ از تاجیکستان بله. از تاجیکستان زیاده از 10 فیلم کوتاه پیشنهاد شد که من فکر کنم اگر هر سال با کمش 10 فیلم کوتاه استحصال کنند، این در نسبت سالهای پیشین زیادتر است؟ بله، از سالهای پیشتر، چون که استحصال 2016 2017 و 18 هستند، فیلم های نو هستند. باز از کدام دولت ها؟ در جشنواره امسال از 9 کشور فیلم پیشنهاد شد و توانست که از هر یک کشور یکتایی فیلم بدیعی و یکتایی فیلم مستند اشتراکچی گردد. و همچنین در روش کینو فستیوال ما همیگونه برنامه‌ریزی داریم که یکتایی فیلم از هر یک دولت غیر آزمونی نیز به نمایش میگذاریم تا اینکه مردم ببینند با هم فیلم های خوبی که هست، اکسپرت ها که انتخاب میکنند، اما یکی بهترینش به جشنواره به آزمونی راه مییابد و دیگری که خوب است و راه نیافت و ما میگذاریم به برنامه که تا اینکه او فیلم خوبم تماشابینا ببینند. شاه جایزه اساسا به او فیلم داده می شود که از تمام پهلوهای سینما، به تمام پهلوهای انسانی، از تمام کارهایی که در فیلم فیلم به انجام رسیده است، باید در سطح حرفیت پورا به نوار گرفته شده باشد، آماده شده باشد. همچنین باید یک دوستی و رفاقت انسانی داشته باشد در فیلم، یعنی باشد در اون فیلم با هم سرجم ساختن انسانی باشد در اون فیلم، یعنی موضوعهای اجتماعی باشند. یعنی به همون فیلم ها داده می شود شاه جایزه. با همین مضمون هم سال 2016 دختر سیحون دلیر امام علی شاه جایزه این جشنواره را صاحب گردیده بود که یکی از شاعره های محبوب کشورمون درباره فرزانه بانو بود. من نوشتم که من شاعر شدن میخواهم بدون اون که زمینه و بهانه داشته باشم. بیخبر بودم که شاعری کسب نیست، شاعری رسالت است، سرنوشت است، تعهد ازلی انسان آفریننده است. و سال دومش باشه شاه جایزه جشنواره فیلمی بازگشت ارکین از دولت روسیه به دست آوردگی بود که اون هم یکی از موضوعهای اجتماعی امروزه رو در بر میگرفت. چی نقص و کمبودی است که نمیخواهید که همون تکرار کنید در سینما بزم سیوم؟ البته یگان کار من فکر نمیکنم پورا به کمبودی باشد. کمبودی ها می شود ولی سال تا سال او کمبودی های بعدینه اصلاح می شوند، ولی کمبودی های نو می بیاند، چون که روز از روز زمان دیگر می شود، انسان ها دیگر می شوند، محیط تغییر می یابد. با همون خاطر یعنی که می تواند یک
کار یک چیز یک ایده های نوی تو جاری میکنی در جشنواره که اون حتما دارای کمبودی است، ولی سال آینده تو این ایده کمبودیش برطرف میکنی، با یک ایده نو میبیاد و همین گونه ادامه مییابد. ولی همیشه کوشش میکنیم که سال از سال در سطح خیلی خوب گذرانده شود جشنواره، یک قدم یک زینه بالاتر باشد، یعنی فرقیت داشته باشد، از قبول تا با گسیل کردن مهمان ها یا اینکه از گشاده شوی تا پوشیده شوی جشنواره باید در یک سطح خیلی خوب گذرانده شود و همین گونه هم آمادگی ها دیده ایستادنه. خب همین میموند که در گذراندن سینما بزم و عموما در کارهای من بعده شما قرار بخواهم و شما به همکاران شما و شریکان شما که با شما همکاری دارند قرار میخواهم، موفقیت میخواهم. باری دیگر خوش آمدید. با بیننده های عزیز تلویزیون سینما در همینجا خیر و خوش میکنم و همه شما تنی صحت و خانه آباد میخواهم.